سلام دوستان، فالوورای عزیز، قربونتون برم. بچه ها، من یه امامزاده زنده پیدا کردم. اینو رو ارتفاعات، این بنده خدا مثل این که میخواد بره مثل بقیه امامزاده ها رو ارتفاعات. بعد اونجا دیگه چی میخواد بشه خدا میدونه. آقا سید، اسم شما چیه؟ سید آل نبی. من سعی میکنیم یه بارگاه خوب براتون درست کنیم. مثل همین تاریخی، مثل یه مهدی سیبیل هم هست. آقا مهدی، شما میای زیارت میکنی؟ نمیخوام، فقط بغل اگه داریم میزنی دستشویی بذاریم که ما اذیت نشیم. باشه. منم به خاطر سید کلاه سبز گذاشتم. سلامون علیکم. زنده و سلامون علیکم و رحمت الله و برکاته. یا سیدی حبیبی نور العین، مرحبا حق الله. سید come to Masule. come to Masule. امامزاده ماسوله. very nice. و اینو حتما توی تمام دنیا پخش خواهم کرد. اون گل میده. تا خیلی خوب بوده. اونجا رفتی چی کاری کردی؟ آره، رفتم دنبال گنج. والا هرچی نگاه کردم کوزه پوزه اینا، دیدم نه، ناکسا همه رو برداشته بودن. آره، چیزی نمونده بود. نه، فقط یه اسکینری ما میخوایم، اونم آقای پوالو لطف کنه برامون بفرسته. آره، ممنونش. اینا رو چیز خور کردن کار نداره. آره، قربونت برم. دو تا تیکه شیرینیه دیگه. نبینه یارو بشنوه بیاد ما رو بگیره. مرسی. نه، این کار